پروردگار میگوید شما در جنت ای بنده های خدا مخلد در جنت میمانید، ابدی در جنت میمانید. مقصد دیگر در جنت، حدیثی که بیهقی روایت میکند، اذا صار اهل الجنة الى الجنة و اهل النار الى النار جیء بالموت. ببینید حبیب خدا میگوید وقتی که اهل جنت جنت می درآید، وقتی که اهل نار اهل آتش اهل دوزخ دوزخ می درآید، جیء بالموت، مرگ میارند. حتی یجعل بین الجنة و النار. پیغمبر خدا گفت مرگ میارند، همون مرگی که در دنیا به سراغ ما و شما آمد. بعضی روایت ها میگن همین مرگ به صورت قشقار میارند بین دوزخ و بین جنت قرار میدهند. در حدیث بخاری، حدیث ترمذی است، میآید که وقتی که اینا به صورت مرگ به صورت خودش میارند، بعدا دوزخی ها را و بهشتی ها را میپرسند هل تعرفون هذا؟ همین شناختین این کیست؟ جنتی ها دوزخی ها وقتی در دنیا که به سراغ ما این مرگ آمده بود، ما ویا که دیده بودیم از او میترسیدیم ویا شناختیم. قلنا نعم، گفتیم بله پروردگار ما این شناختیم، هذا الموت، این مرگ است، این همون مرگ است که در دنیا آمد حیات ما را قطع کرد. همین مرگ هست که ما را فرصت نداد که با زن و فرزند خود پناه به خدا کنیم. این همون مرگ از ما شناختیم. وقتی این صدا که از جنتی ها و از دوزخی ها که می آمده است، فیصبح، پروردگار امر میکرده است مرگ را ذبح کنید. همون گویم صورت قشقاری که هست، همین مرگ پروردگار ذبح میکند، مرگ نابود میکند. بعد چی میگوید؟ فیقول یا اهل النار یا اهل الجنه، ای اهل جنت، خلود لا موت، اکنون مخلد در جنت مانید، زیرا مرگ پروردگار نابود کرد، مرگ پروردگار کشت، دیگر به سوی شما مرگ سراغ نمی آید، شما مخلدی در جنت میمانید. ببینید اهل جنت وقتی اینو میبینند، این صدا را که میشنوند، لا یزداد فرحا الی فرحهم، خرسندیشان بالای خرسندی میشود، زیرا یگانه چیزی که حیات آدم تلخ میسازد این مرگ است. همون تلخی را پروردگار از بالای بندگانش دور میکنه. پس به سوی دوزخ میگوید ای اهل دوزخ، خلود لا موت، دیگر شما مرگ ندارین، شما مخلدی در دوزخ میمانید. پس برای دوزخی ها چی میشود؟ برای جنتی ها که خرسندی بالای خرسندی شد، حزنهم الی حزن، غم بالای غم اونا را فرا میگیرد که اکنون ما دیگر در دوزخ ابدی عذاب میکشیم. ابدی اینجا خدا ما را جا کرده است. ما در سوره ملک وقتی در قبرستان ها که مرده ها ما نمیگذاریم، بالای قبرها در همین سوره تبارک وقتی میخوانیم، در همین سوره ملک، سوره تبارک که بسیارتر ما و شما تبارک میگویم، اصل سوره ملک است، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. پروردگار میگوید از برای آن کسانی که در دنیا کافر شدند، پروردگار باشیشگاه اونها را در دوزخ آماده کرد. یعنی کسی در دنیا که اگر به پروردگار ایمان نآورد، پروردگار ناسپاسی کرد، اطاعت خدا و رسول همچون مسخره، همچون خنده برای خود قبول کرد، پروردگار گفت برای شما هم باشیشگاهی هست که نام او دوزخ است.